بعضی وقتا تاریخ علم روانشناسی به قدری عجیب و خنده داره آدم فکر میکنه وسط یه استندآپ کمدی گیر افتاده. سلام رفقا، امروز میخوام یه چیز خفن و باحال از زندگی یه آدم معروف براتون بگم که هر وقت اسم روانشناسی میاد اولین شخصی که یادش میفته این آقاست، زیگموند فروید. همون جمله معروفی که همه چیز ریشه در کودکی شما داره، این مال این آقاست که روانشناسامون مغز ما رو سوراخ کردن باش. و یه سری داستانهای دیگهش مثل ناخودآگاه، مثل عقده اودیپ و نظریه‌های زیگموند فرویده. ولی فروید یه بخش تاریک در عین حال خیلی بامزه داره، اونم مصرف کوکائین. قرن 19ام. حالا یه جوری میام قرن 19ام انگار چی بوده، حالا چیز مهمی نیست، فقط اون قرن 19ام خیلی ها نمیدونستن کوکائین چیه. آقای زیگموند فروید یه عملی بود که خیلی هم جوان بود هم دوست داشت که مشهور بشه. اون تایم همه دنبال این بودن مثل الان که یه چیزی بسازیم ما موندگار بشه، حالا یه چیزی اختراع کنیم، یه فیلمی بسازیم، یه چیزی بسازیم که اسممون موندگار بشه. آقای زیگموند فروید هم از این قضیه مستثنا نبود. یعنی داشت فروید رسما ادعا میکرد که کوکائین مثل ویتامین سیه، برای افسردگی که خوبه هیچ، درد معده هم خوب میکنه. آره داداش، کلا اعتیاد خوب میکنه، حتی آدم کلا معده رو همه چی رو خوب میکنه، درد معده هم خوب میکنه. عملی فروید حتی برای دوستاش هم این نسخه رو تجویز کرد. یعنی بهشون گفت که بیاید یه ماده رو بزنید خیلی باله. یو البته اون قرن 19 یس خیلی با تاکید فراوان اینو میگفت. بالترش اونجاست که میگه حتی برای ترک اعتیاد هم خوبه. طبعا همون میگه خودش اعتیاده. مثل اینه که بگیم مثلا فردا میخوام قهوه رو بزنم کنار، 3 تا ردول بخورم. چیا باجی بذاری کنار؟ توهم زدی؟ شیشه هم میکشی کنار؟ از رفیقای صمیمیش که درگیر اعتیاده، برای اینکه اعتیادشو کنار بذاره میاد کوکائین مصرف میکنه. یعنی این دوستش که هفته $1 داشته شیره میکشیده، الان هفته $5 برای کوکائین میده که خیلی هم مضرتر بوده براش. اینجاست که تاریخ نگارا اومدن گفتن یه جمله معروفی داره به فروید، گفتش ما در مسیر هم دیگه نیستیم، مسیر ما دیگه از این به بعد از هم جداست. و این جمله ما در مسیر هم دیگه نیستیم، مسیر ما از هم دیگه سواست، خیلی میگن ضربه مهلکی به روحیه فروید زد. بعد هم که مشخص میشه کوکائین نه تنها دارو نبوده بلکه مواد مخدر بوده، آقای فروید که ید بودی اینا بودن، نمیان بگن که ما اشتباه کردیم، که کم کم ساکت میشه، خودشم دیگه مصرف نمیکنه، ولی نمیگه که من اشتباه کردم. و به عقیده بنده و خیلیا، اکثر نظریه‌های ماندگارش که داره الان تدریس میشه تو دانشگاه ها تحت تاثیر همون پودر لباسشویی بوده. یعنی میزد بالا بوده عقده اودیپ چه عقده ای تو داره؟ عقده ای عملی. ببینید فروید با همه این عجیب غریبیاش واقعا یه نابغه است. یعنی یکی از بزرگترین دانشمندای قرن 19 قطعا ایشونه و خیلی تاثیرگذار. و همین داستان کوکائین نشون میده که حتی خفن ترین دانشمندا میتونن بزرگترین اشتباه رو داشته باشن. حالا اشتباه این داداشمون اینه که عملی بود دیگه. یعنی کوکائین میزد میرفت بالا و راجع به رویا پردازی مثلا نظریه میداد. ظهر چون صبح میخورد، ظهر مینوشت، شب دوباره میزد. آره. حالا اینکه فروید خودش کوکائین میزد، بعد میشه ظهر مثلا چون صبح میخورد دیگه، ظهر مینوشت، شب دوباره میزد. ظهر مینوشت مثلا راجع به ناخودآگاه و رویا پردازی نظریه میداد، یکم مشکوکه دیگه. یکم مشکوکه به اینه که خیلی بالا بوده و این نظریات تحت تاثیر اونه. و الان شاید یه سری از
اساتید محترم تو چیز نشه دیگه، داریم شوخی میکنیم باش. از اساتید محترم دارن یه نظریه‌های عملی درس میدن توی دانشگاه. از این اسکل بازی ها کم نبوده تو طول تاریخ، یعنی ما دانشمندای اسکل تر از ایشون هم داریم. آقای جان کالهون، دانشمند آمریکایی که نظریه جهان 25 مال ایشونه. ما یک کلیپ کاملی ساختیم براتون، توی کانال هست، اگه دوست داشتید برید ببینید، خیلی باحاله و خیلی هم دارکه، خیلی نظریه جذابی هم هست اتفاقا. بس دفعه بعدی که یه دوست عزیزی بهتون گفت فروید میگه، بهش بگو بابا کی میگه؟ فروید عملی اون بالا بود یه چیزی گفت، تو چرا تکرار میکنی؟ هرچی تو دانشگاه بهت گفتن تو نه تکرار کن دیگه. مثلا یه نظریه داره میگه که بچه ها قدرت توی مدفوع کردنشونه. راجع به اینم یه کلیپ قطعا براتون میسازم و تو کانال میذارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کانال داشته باشید که از بقیه کلیپات جان نمونید. ما هفته یکی دو کلیپ علمی همین شکلی با محتوای فان سعی میکنیم براتون آپلود کنیم. دوستتون داریم. شب باش چایی بخورید.